کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت یک گروه نشه‌جلوبان از جمله 3 عضو یک عائله از نویه خوولینگ خبر داد. در بین این 3 عضو یک عائله یک زن نیز هست که در بیمارخانه نویه خوولینگ همچون همشیره طبی کار میکرد و در شبکه نشه‌جلوبان وضعیت پختن و برای فروش تیار کردن مواد مخدر را بر دوش داشته است. از وی 8 بسته افیون عبارت از قریب 8 کیلو یافت و مصادره کرده شده است. معلوم گردید که این زن را به این عمل جنایی جلب کرده است و مواد مخدری را که او آماده میکرد دادر شوهرش به فروش میزده است. اعضای این گروه نشه‌جلوبان روز 10 سپتامبر در جریان یک عملیات از جانب کارمندان ریاست امنیت ملی در ولایت ختلان دستگیر کرده شدند. بنا به گزارشی که مرکز رابطه با جامعه کمیته امنیت ملی توسط تلویزیون جوانمان نشر کرد، هنگام کوفتکوب از خانه شهروند تویرو و گلستان حلیموونا سال تولد 1973 ساکن شهرک خوولینگ همشیره طبی مرکز سلامتی نویه خوولینگ 8 بسته تقریبا 8 کیلو افیون مصادره کردند. در جریان تفتیش پیشکی معاین کرده شد که گلستان تویرو و مواد مخدر را از شوهرش نوروف سوراب سال تولدش 1970 ساکن خوولینگ دسترس کرده در شرایط خانه‌شان آن را با روی جوشانیدن کارکرد میکرد. سپس مواد نشه‌دار را توسط برادر همسرش نوروف نورعلی سال تولدش 1979 در حدود نویه میفروخته است. گفته می شود در گزارش امنیت ملی تفتیشات معاین کرده است که سوراب نوروف این 8 کیلو افیون را با نرخ 12,000 سومونی برای هر کیلویش از سنت الله سراجوف سال تولدش 1969 ساکن دهه یول جماعت به نام محیدین محمود فنویه شمس‌الدین شاهین خریده است. سراجوف با قاچاقبران افغانی در باز رابطه داشته از آنها نوع‌های گوناگون مواد مخدر را دریافت می‌کرده است. این 8 کیلو افیون را برای سراجوف از یک پنهانگاه در مرز دشت جون با افغانستان یک خویشاوند دیگر او حمیدالله شریپوف گرفته به دوشنبه آورده است. سراجوف برای این به شریپوف 8,000 سومانی حق خدمت داده است. سپس سوراب نوروف این 8 کیلو افیون را گرفته به خوولینگ برده است و به همسرش داده است که از نو بپزد. گلستان تویرو و در گزارش نشر شده گفت که طرز پختن افیون را به او شوهرش یاد داد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین افیون و شیش دنیا بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است.